حدود دهه صنعت نویه جلالالدین بلخی ولایت قتلان برای پناهجویان احتمالی از افغانستان یک اردوگاه موقتی ساختند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 15 اپریل خبر داد که این باشگاه موقتی عبارت از 64 خیمه چوبکاری شده در حدود دهه صنعت بنیاد شده با نیروی برق، خط آب نوشابه، آشخانه و حمام تامین کرده شده است و ساختمانش امان ادامه دارد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت روز 13 اپریل نمایندگان چند سازمان بین المللی از جمله یونیسف، خزینه اگنت آقاخان عاید به مکان زیست و ریاست سازمان ملل در امور پناهندگان از این اردوگاه برای پناهندگان احتمالی از افغانستان در نویه بلخی دیدن کردند. میمانان را معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پلکوونیک سلیمان ایسازاده همراهی میکرد. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که الکی حدود 15,000 پناهجو از افغانستان را در قلمرو خود پناه دادند، ولی برای قبول شماره بیشتر پناهجویان احتمالی به کمک سازمان‌های بین المللی از جمله برای ساختن اردوگاه‌های موقت برای گریزه‌های افغان نیاز دارند. احتمال از افغانستان به کشورهای همسایه فرو ریختن موج پناهجویان بعد غصب قدرت در این کشور از سوی جنگیان حرکت تندرو طالبان در ماه آگوست سال 2021 زیاد شد. در هفته‌های اول استقرار رژیم نو طالبان در مرز افغانستان با تاجیکستان چند هزار پناهجو جمع شده بود، ولی بعدها اکثر آنها به سبب پیدا نکردن اجازت عبور به این سوی پنج آمو مرز با تاجیکستان را ترک کردند.